میگن آمریکا یه ناوی آورده دم تنگه، از بس دم تنگ و تنگه مونده او ور تنگه، نیومد ای ور تنگه. یعنی دهن تنگ و تنگه که مونده او ور تنگه. نه امو این ناو 10 فرسنگه، روش 1000 تا بوینگه، بعد دهن تنگه و نه تنگه مونده او ور تنگه، نیومد ای ور تنگه. خب این ناوه یا پارکینگه؟ امو این ناو جنگه، انگاه مخت هنگه. وای سازندش چه خنگه. خب فکرش نکرده ناوش نمیاد ای ور تنگه. میگم حالا ناو نمتون از رو تنگو به تنگه. این نهنگه، این هنگ میتنگه. می پلنگه. می پلنگ. پلنگ میتنگه. انگاه مخت دنگه. ولی با این اوضاعی که میگی ناو آورده 10 فرسنگ مونده ای بر تنگه، اوضاع تنگه خیلی تنگه، هر آن امکان جنگه. امکان جنگه اینا جفنگه. اما این حرف 2 تا سیاستمدار ملنگ، نه حرف 2 تا آدم زرنگه. ای بابا حالیش نی با کی میخواد به جنگه. یه تیر در کنن کار همشون جینفنگه، چیش واکنه میبینید 10 فرسنگ رفتن اوور تنگه. هم نگاه نکن پای مالنگه، ای کوفتی هم باعث ننگه. ولی اینجا غیر ما پر از آدم زرنگه. بس پنگه میتینگه. بس بیا که حالا موقع سیخ سنگه. سیخوش خودمونگه. فقط بی بهتر من یه خورده پم لنگه. آمچه تنگه. پنگه پلنگ چیش قشنگه. نمیدونم چرا تو راز بقا همش جنگه.